سرخط خبرهای مهم. تاجیکستان از لحاظ باور به پلیس در جهان جای اول را گرفت. منبع‌های ریترز میگویند پوتین در انتخابات سال 2024 اشتراک میکند و اعتراض فوتبال بازان از نوعدالتی در مسابقات لیگ دوم تاجیکستان. سلام بیننده های عزیز، امیدوارم خوبید و برنامه نویدی بامدادی رو تماشا دارید. امروز سه‌شنبه 7 نوامبر. مرکز نظرسنجی گلپ تاجیکستان را در صدر کشورهای امن جهان جای داده است که ساکنانش به پلیس اعتماد دارند و هنگام گشت و گذار شبانه احساس خطر نمی کنند. گزارش نوی گلپ آخر ماه اکتبر نشر شد و خلاصه ساکنان را درباره باوری به پلیس و احساس خطر و امنیتشان در 142 کشور جهان در بر میگیرد. در این رده‌بندی یا ریتینگ تاجیکستان با 96، فنلاندیا و ایسلندیا با 92 خالی در صدر کشورهای امن جهان جای گرفتند. مؤلفان گزارش میگویند از 1000 ساکن تاجیکستان روبرو پرسیدند که به پلیس محلی اعتماد دارند و از سیاحت شبانه در کشورشان میترسند یا نه. به خلاصه گلپ اکثر پرسیده شده ها گفتند که به پلیس اعتماد دارند و هنگام گشت و گذار شبانه خطری را احساس نمی کنند. بار اول در چنین یک پرسش تاجیکستان با گرفتن 96 خال در جای یکم و لیبریا با 49 خال در زینه آخران قرار گرفتند. در چند سال گذشته این دو زینه را متناسباً سنگاپور و افغانستان اشغال می‌کردند. پیمان ملی تاجیکستان که از جانب مقامات تاجیکستان یک تشکل اپوزیسیونی ممنوع دانسته می‌شود، در دعوت از پرزیدنت ایران خواست در ملاقاتش با پرزیدنت امامعلی رحمان موضوع آزادی محبوسان سیاسی را در میان گذارد. در نامه سرگشاده‌ای که 6 نوامبر در صفحه فیسبوکی پیمان نشر شد، در مراجعت به پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی از جمله یادآوری شده است که جمهوری اسلامی همچون یکی از کفیلان اجرای سازشنامه صلح سال 1997 مسئولیت دارد تا به پایمال شدن آن رسیدگی کند. پیمان افرادی را محبوس سیاسی مینامد که با عیبنامه همدستی در شورش ناکام مسلحانه سابق معاون وزیر دفاع گنرال عبدالحلیم نظرزاده در ماه سپتامبر سال 2015 زندانی شدند و برخی از آنها همچون سران حزب ممنوع نهضت اسلامی حکم حبس ابد گرفتند. در این زمینه حزب مذکور تروریستی اعلان و فعالیتش در تاجیکستان منع شد. اما رهبران و فعالان آن که اکنون در اروپا در صفهای پیمان جمع آمدند همه گونه دست داشتن حزب را در آشوب رد میکنند. سازمان‌های بین‌المللی حامی حقوق نیز این حکم را تنقید کردند، ولی حکومت تاجیکستان میگوید قرارهای دادگاه با پایه دلیل‌ها گرفته شدند. انتظار می‌رود پرزیدنت ایران ابراهیم رئیسی روزهای 7 و 8 نوامبر به تاجیکستان سفر کاری داشته باشد. گفت و شنود او با پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان و شرکتش در نشست پالاتای سودای تاجیکستان و ایران یکی از برنامه‌های این سفر گفته می شود. بازیگران دسته نو تأسیس فوتبال در ناحیه باباجان غفورов از نوعدالتی در مسابقه لیگ دوم تاجیکستان اعتراض دارند. دسته فوتبال رومان که با مبلغ گذاری صاحبکاران و مخلصان این نوع ورزش تأسیس یافته است میگویند در اولین قدم‌هایشان آنها را ناعادلانه شکست می‌دهند. با ادعای آنها ماه گذشته به طور تکنیکی بر حریفانشان از ناحیه مسجد غالب آمدند، ولی این پیروزی با قرار فدراسیون فوتبال تاجیکستان به اعتبار گرفته نشد و سبب آن هم شرح داده نشد. آنها در صحبت با خبرنگار رادیو آزادی ناراضگی خود را بیان داشتند. حالا بازیگران دسته فوتبال رومان به بازی آمادگی دارند که الکی در آن غالب اعلان شدند. روز 10 اکتبر سال جاری قرار بود دور 16 یعنی حل کننده مسابقه میان دسته های مسجد و رومان در لیگ دوم تاجیکستان برگزار می‌گردید. اما بازی برپا نشد. بازیگران این دسته به ورزشگاه ناحیه مسجد رفته بودند، اما در وقتی معین شده میزبانان نآمدند. چون این عملکرد دسته میزبان را داوران هم انتظار نبودند. وقتی که به میدان مسجد حاضر شدیم، مسجد تیار نبود. از آن که مسجد تیار نبود ما چپه گشته اومدیم. بعد از یک هفته با تفتیش و وقای قرار فدراسیون فوتبال سوخت 3 اشکو به ما داده شد. وقتی که ما جدول چمپیونات رو دیدیم، آخری بازی رو مساوی کردیم و
به فایده ما بود. بعد همه همین واها گذاشتم کمانده ما فرداش به حسابی فهمیدیم که مسچو با رومان از دیگر بازی کرده شود. از روی قاعده فدراسیون فوتبال تاجیکستان و ما فوتبال جهان گوییم خطا نکنم زیاده 30-35 دقیقه باید دست را انتظار می شود اگر حاضر نشد باخت تکنیکی داده می شود در همه جا. دسته مسچو با داشتن 31 گل در جای 3 قرار گرفته بود، اما با گذشت 2 هفته در فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرار نو صادر نموده قرار قبلی خود را درباره باخت تکنیکی مسچو بیکار کرد. قراری که بازیگران دسته رومان را ناراحت نمود. بازی نو همکنون روز 7 نوامبر در میدان فوتبال مسچو باید دایر گردد. اگر چنده که ما بسیار اعتراض کردیم، بحث‌های زیاد بود راستی گپ. همه مربیانی که مثلا گرین در لیگ دوم، گوین در لیگ یکم یا لیگ عالی هر یک نفری که در این فوتبال بود، آنها به تمام در فیسبوک هم اینجا در صفحه فوتبال تاجیک نشر شد. اونجا هم فکرای خود بیان کردن که این تماما دیگه با یک زبان خلقی ما عقل نمی‌گنجد این چیزا. در وقت تهیه این گزارش تلفن دسته سرمربی دسته مسچو دست نورست بود و نظری آنها دایر به این بحث معلوم نیست. دسته فوتبال رومان سال جاری تشکیل شده شامل لیگ دوم فوتبال سود گردیده و به میدان سبز برآمد. دسته با کمک ساکنان و صاحبکاران مخلص فوتبال در ناحیه باباجان غفورов تأسیس داده شده. هدفش هم دستگیری استعدادهای جوان و رشد فوتبال ناحیه، ولایت و در عموم تاجیکستان می باشد. از تأسیس این دسته نو شماری از ساکنان ناحیه خوش استقبال نموده پیوسته هر بازی آنها را هواداری میکنند. کلوب فوتبال رومان از حساب جوانان بالیاقت ناحیه تشکیل شده 15 توری مسابقه را پیوسته با کامیابی ها جنبست نموده موقع خود را در جدول لیگ دوم تا به زینه دوم رسانید. همکنون بازیگران این دسته طلب دارند که باید از سوی مسئولان فدراسیون فوتبال هم باید دستگیری یابند و نسبتشان بی‌عدالتی روا دیده نشود. ولادیمیر پوتین قرار کرد که در ماه مارس سال 2024 در انتخابات پرزیدنتی روسیه اشتراک کند و در این صورت حضور او در قدرت تا سال 2030 تامین خواهد شد. 6 منبع مختلف به خبرگزاری ریترز گفتند که قراری در انتخابات اشتراک کردن پوتین با آن ربط دارد که او باور دارد باید روسیه را در خطرناکترین مرحله تاریخی این کشور راهبری کند. پوتین قدرت را در پایان سال 1999 از دست پرزیدنت سابق بوریس یلتسین به دست آورد و بعد یوسف استالین طولانی ترین مهلت در قدرت باقی میماند. لئونید برژنف راهبر دیگری شوروی 18 سال راهبری کشور بوده است. 7 اکتبر سال جاری پوتین 71 ساله شد. هنوز درباره آمادگی‌های پوتین به شرکت در انتخابات کرملین چیزی نگفته است. و بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز خبر می‌دهد. 7 نوامبر زادروز شاعر معروف عبدالرحمن جامی است. او سال 1414 به دنیا آمد و 78 سال عمر دید. جامی را متفکری برجسته زمان خود مینامند و دهها اثر او در بخش ادبیات، فلسفه و نجوم شناسی، موسیقی و علم‌های دیگر تا به امروز رسیده است. اثرهای او در بخش عروض و قافیه از ارزش خاص برخوردارند. از جامی 3 دیوانی با ارزش 7 اورنگ، بهارستان و 40 حدیث و اثرهای دیگر تا امروز رسیده است. 7 نوامبر سال 1917 در روسیه انقلاب سرخ یا انقلاب اکتبری بولشویکی رخ داد که زمینه‌های تأسیس بعدی اتحاد جمهوری شوروی سوسیالیستی یا SSSR را گذاشت. انقلاب به رهبری ولادیمیر لنین که منارخی پادشاهی را از بین برد و دیکتاتوری کمونیستی را جاری کرد، تحولات عظیم سیاسی در قلمرو ششیکی روی جهان شد. تاریخ نگاران شیوه تحکیم حکومت شورا را به خاطر قتل و کشتار و حبس و سرکوبی میلیون‌ها ساکن تروری سرخ هم نام میبرند. 7 نوامبر سال 1929 تئاتر اولین تاجیک در خود را برای تماشابین باز کرد و صحنه‌های دو حیات و دو کمونیست را به صحنه گذاشت. این تئاتر بعداً اکادمی دراموی لاهوتی نام گرفت. بعداً تئاتر جوانان، اپرا و بالتی به نام عینی اهورون، تئاترهای منطقوی خوجند، چکالوفسک، کنیبودون، کولوب، قرغونتپه و خوروغ تأسیس شدند. اکثر تئاترها در تاجیکستان در سال استقلال با مشکلات مالی روبرو شده تماشابینشان کمتر می شود.
بانک ملی قرب ارز خارجی را برای امروز چنین تعیین کرده است. بینندگان عزیز، تشکر که تا این لحظه با ما بودید. خبر و گزارش‌های از این بیشتر و دوام روز در سامانه و صحیفه‌های اجتماعی رادیو آزادی پیدا نمایید. تا برنامه بعدی، خدا نگهبان.